متد فیلتر یکی از پر استفاده ترین متدهای جاوا اسکریپته. بریم که با هم یادش بگیریم. متد فیلتر اسمش روشه. یه آرایه از ما میگیره و فیلترش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اعضای آرایه رو دونه دونه با یه شرطی که ما بهش میدیم تست میکنه و اونایی که شرط رو قبول شن رو جمع میکنه میذاره توی آرایه جدید. به همین سادگی. حالا بیاید اینجا. یه آرایه به ما دادن که توش یه سری آبجکته. توی این آبجکتا چیه؟ اطلاعات یه سری افراد، مثلا اسمشون و سنشون. حالا از ما چی خواستن؟ از ما خواستن یه آرایه جدید بسازیم که فقط اطلاعات افرادی توش باشه که سنشون بالای 18 ساله. خب با چیزایی که یاد گرفتیم میتونیم از فیلتر اینجا استفاده کنیم. میخوایم یه شرطی رو اعمال کنیم و یه آرایه جدید بسازیم. پس میایم دست به کار میشیم. اولین کار میایم متد فیلتر رو روی آرایه‌مون صدا میزنیم و بعد یه کالبک فانکشن هم پاس میدیم بهش. این کالبک فانکشن میتونه 3 تا پارامتر داشته باشه. پارامتر اول پارامتر عضو که متد فیلتر اعضا رو دونه دونه پاس میده بهش. دومی پارامتر ایندکسه که ایندکس همون پارامتر عضومون توشه. و در نهایت پارامتر آرایه که آرایه اصلی رو توی خودش نگه میداره. خب حالا که همه چی آماده است، وقت اینه بگیم اون شرطی که میخوایم اعضا رو باهاش تست کنیم دقیقاً چیه. گفتیم که میخوایم افراد بالای 18 سال رو جدا کنیم. پس میایم خیلی راحت میگیم که آقا هر کدوم از این آبجکت های من یه پراپرتی ایج توشون هست. خب بیا ببین که ایج بالاتر از 18 هست یا نه. خب حالا اینجا رو خوب دقت کنید. این شرط به خودی خود هیچ کاری برامون انجام نمیده مگر اینکه ریترنش کنیم. خوب دقت کنید. نکته خیلی مهم همین ریترن هستش. اگه ریترن نکنیم متد فیلتر نمیفهمه که نتیجه شرط چی شده. وقتی ریترن میکنیم متد فیلتر میگه که خب حتما یه شرطی بوده، جوابش ترو شده، پس عضومون حتما شرط رو قبول شده. حالا آقای عضو شما مجازی که برید توی آرایه جدیدمون قرار بگیرید. و در نهایت اگه بیایم همه اینا رو توی متغیر ذخیره بکنیم کانس، مثلا اسمش هم بذاریم نیو اینفو و بیایم یه خروجی هم ازش بگیریم توی کنسول که با هم ببینیم. اگر این کار رو انجام بدیم میبینیم که خیلی هم عالی، دقیقا همون چیزی که انتظار داشتیم و به ما میده. ما 2 تا عضو داشتیم، مسعود و هادی که سنشون بالای 18 سال بود. اینجا میبینیم همون 2 تا رو دقیقا برای ما نشون داده. خب حالا ممکنه واسهتون سوال پیش بیاد، بگید آقا ما که این همه روی نوشتن ریترن تاکید کردیم، اگه پاکش کنیم چی میشه؟ بذارید با هم یه خروجی ازش بگیریم. میبینید که اگه ریترن رو نذاریم میاد یه دونه آرایه خالی به ما میده که عملا به درد ما نمیخوره. ما یه کار دیگه می‌خواستیم انجام بدیم، آرایه خالی خب قطعا به دردمون نمیخوره. پس حتما حواستون باشه ریترن رو از جاش قرار بدید. منم میام اینجا بعدش میگردونم که همون نتیجه قبلیمون رو اینجا داشته باشیم. نکته مهم بعدی اینه که متد فیلتر برامون شالو کاپی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه بیایم توی این آرایه جدید که اینجا توی کنسول میبینیم بیایم یه تغییری توش به وجود بیاریم، مثلا بیایم توی این آبجکتی که اینجا میبینید که اسمش مسعود هست بیایم یه پراپرتی جدیدی هم اضافه بکنید. اینجا ببینید میایم نیو اینفو رو مثلا به ایندکس صفرش که همون آبجکت مسعود باشه یه پراپرتی جدید اضافه میکنیم به نام ویت و اینو مثلا قرار میدیم 90 کیلوگرم. خب حالا اگه خروجی رو با هم ببینیم میبینیم که همه چی اوکی و اصولاً و میبینیم که پراپرتی ویت هم اضافه شده، همون چیزی که انتظار داشتیم. خب حالا بیاید یه کار دیگه بکنیم. بیایم آرایه اصلیمون رو هم توی کنسول با هم ببینیم. آرایه اصلیمون که اسمش اینفو بود رو هم ببینیم. اگه بیایم بازش بکنیم و همون آبجکتی که اسمش مسعود بود رو ببینیم میبینیم که آقا پراپرتی ویت اینجا هم اضافه شده که آها این دقیقاً همون مفهوم شالو کاپیه. یعنی در نهایت که فیلتر آرایه جدید رو میسازه به ما تحویل میده اومده گفته خب آقا این ایندکس شرط رو قبول شد، میاد رفرنس چیزی که تو اون ایندکس هست رو کپی میکنه تو آرایه جدید. پس اینجا فیلتر فقط رفرنس آبجکت رو برامون کپی کرده، دیگه با لول‌های پایین‌تر که پراپرتی های آبجکتمون هست کاری نداره. در حقیقت دیپ کاپی انجام نمیده، شالو کاپی انجام میده. اگه با مفهوم دیپ کاپی و شالو کاپی آشنا نیستید یه ویدیوی شورت تازگی توی کانال گذاشتم که خیلی مختصر و مفید راجع بهشون یاد میگیریم که لینکشو بالای صفحه و توی دیسکریپشن براتون میذارم حتما. اینم از نکات متد فیلتر. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. موفق باشید.